دیدید بعضی اوقات گوشی‌ها چقدر خوش دست میشن؟ بعضی اوقات هم خوش دست میشن هم تو دل برو. نوت 14 گوشی که جفت این ویژگی‌ها رو داره. وقتی به طراحی کلی گوشی نگاه میکنی، جدای بحث طراحی و غیره، یه حس دلنشینی بهتون دست میده که میگید چه خوب، این گوشی هم بزرگه هم خوش دست. البته ممکنه بعضیا با این نظر موافق نباشن. مجموعه دوربین این گوشی از 3 تا لنز تشکیل شده. لنز اصلی 108 مگاپیکسلی و 2 تا لنز نخودی ماکرو و عمق که هر کدوم 2 مگاپیکسل هستن. شاید اگه شیائومی به جای لنز ماکرو یا عمق لنز اولترا وایت میذاشت، کاربرا بیشتر میپسندیدن. لازم به ذکره که دوربین اصلی وایت هستش. از لحاظ کارایی هم شیائومی روی دوربین این گوشی سرمایه‌گذاری نکرده. البته به این معنی نیست که فاجعه هستش. دوربین بین ضعیف، قابل قبول، خوب و خیلی خوب تو سطح قابل قبول قرار میگیره. بیشتر به نظرم باید اول با خودتون بگید که چقدر از دوربین توقع دارید. شاید وقتی عملکرد دوربین رو ببینید و با رقبای خودش مقایسه بکنید، احساس کنید که از چیزی که فکر میکنید بهتره. فیلمبرداری هم در دوربین عقب و دوربین سلفی 1080 در 30 فریم هستش. دوربین سلفی هم 20 مگاپیکسل هستش که کارایش مثل دوربین عقب هستش. علاوه کیفیت و اون کارایی که گفتم. صفحه نمایش نوت 14 جایی که شیائومی برامون عوض قسمت دوربین کلی چیزای جذاب داره، مثل رفرش ریت 120 هرتزی، روشنایی خوب و عمق خیلی خوبتر رنگ‌ها، به اضافه رزولوشن عالی با توجه به قیمتش. تراکم پیکسلش هم 395 هستش که خب کافیه برای گوشی. بحث شارژ و شارژدهی این گوشی جدا حرفه‌ای میتونه باشه. چرا؟ به خاطر باتری 5500 میلی آمپریش و شارژر 33 واتش. نسبت به رقیب اصلیش یعنی A16 تو این رنج 10 هیچ جلوه، چون اولا این که شارژر داره داخل جعبه، دوم هم شارژدهی بیشتری داره نسبت به A16، حدود 1 الی 2 ساعت. خب چجوری بخوام بگم، در واقع این دو تا نکته های مثبتی هستش که نمیشه بهش چشم پوشی کرد. واقعا باتری تو استفاده های عادی روزانه مثل اینستا، یوتیوب، موزیک گوش دادن، شبکه‌های اجتماعی یه روز کامل دووم میاره بدون نگرانی. وقتی اگه شارژش تمام شد، حدود 1 ساعت و 10 دقیقه اینا طول میکشه تا فول شارژ بشه. تایم شارژ شدنش هم خوبه. رابط کاربریش هایپر او اس شرکت میگه که 4 سال آپدیت میگیره، اما وقتی گوشی به دست شما میرسه و جعبش رو باز میکنید، اندرویدش 14 هستش و در واقع 1 سال از اون 4 سال کم میشه. توی آپدیت دادن A16 وضعیتش بهتره. سخت افزارش رقابت خاصی داره با A16، جوری که یه بار این جلو میزنه یه بار اون جلو میزنه و نمیشه گفت که کدومشون از اون یکی به طور کل بهتره. ولی اگه بخوایم بررسیش بکنیم که چه جور پردازنده هستش، باید گفت که شما رو اذیت نمیکنه. البته مثل همیشه باید بگم که بستگی داره شما چه استفاده از گوشی دارید. برای کارهای روزانه اوکیه، مشکل ساز نیست. اگر هم اذیت کنه خیلی کم، البته وقتی که بهش فشار بیاد. خب نتیجه گیری، نوت 14 دوربینش میتونه خیلی معمولی باشه، ولی صفحه نمایش خیلی خوبی داره نسبت به قیمتش. سخت افزارش با رقیبش A16 یکسانه، اما نرم افزارش از A16 امتیاز کمتری میگیره به خاطر پشتیبانی کمتر آپدیت سیستم عامل. ولی از نظر باتری و شارژدهی و تایم شارژ شدن باتری 2 هیچ از A16 جلوتره. به نظر من طراحیش هم از A16 قشنگ‌تره و شیائومی خصاصت به خرج نداده. یه ذره جوری طراحی کرده که بگه آره من رو گوشی اقتصادی کار میکنم، وقت میذارم براش، همینجوری ولش نمیکنم. خب اینم از نوت 14. خداحافظ.